دارک میخونی، خیلی دارک میخونی. یعنی انگار و بعد این از غم در وجودت نشأت میگیره. یعنی آره اینقدر یعنی میتونی آدم غمگینی باشی آقا محسن؟ هستم آدم غمگینی. آره تو جمع و اینا مثلا دوست ندارم انتقال بدم. چی دیدی تو زندگی؟ حالا راجع تو به سختی زیاد کشیدم از بچگی که کلا مثلا سختی زیاد کشیدم. بزرگم شدم که 5 سال زندان رفتم. یعنی که بعد از چند سال مادرم رو دیدم تو دادگاه، خدا رو گواه میگیرم، از پله‌های دادگاه داشتم بالا میرفتم، من ماسک میزدم کسی منو نبینه. پله داشتم میرفتم، منو دیدم پیرزن داره میاد جلوی من. بعد یعنی دیگه فهمیدم که میخواد منو بغل کنه. تو ذهن خودم بودم طرفدارم باشه میاد منو بغل کنه. بعد از زیر ماسک شده منو شناخت. یعنی به جون بچم مثلا نشناختم مادرم، انقدر پیر شد. شاید بگم مثلا 10 کیلو کم کرده بودم. مثلا دیدمش اصلا حالم بد شد.